دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 15 یونی سال 2025 می باشد. قرار داریم در خانه اکای عبدالله دهه بغلک شهری حصار و در جای نیهال خانه‌اش نیهالستان و انگورهایی که از میبینیم در این بوره ما نوار میکنیم. این ببینید چقدر خوشروی انگوری نوعی پریابراژنی می باشد. این دانه را ببینید، این بسیار با مزه شده است. اکای عبدالله سلام علیکم. درباره همین انگور گپ زنید. انگور از شما وارد کردن، از شما گرفتیم. این مثال قلمچش رو ها مثال در اینجا پرورش کردیم. بعد یک خوبی همین چی است که وقتی که سال گذشته قریب 40 نمود انگور وارد کردیم. انگور برای پیوند کردن گفتیم این یکم انگوری هست که هم حاصل خوب دارد. بازه بای یکی از اولین 90-95 روز میپذیرد برای پیوند کردن هم مثال یکی از خضره که تستر میرسد یکم انگوری که پیوند میکنه همه انگوری پیدا میشه. این با مزه است که بسیار با مزه است، هم خوشش بازه بس سر حاصل است. همدوران عزیز این چیزی که من سوال میتونم من بر وقت میدونم لیکن با اکن سخن از دهان لقمان شیرین است. اکای همین لقمان ما اکای عبدالله هستن. این ببینید انگور خوشگیش رو. این نامش پریابراژنی با تاجیکیش چی گویم شکفته ایستاده می این در حقیقت خوشرویده. این ببینید این نیهالش دوره باشه اگر 10-15 تا زیاد نیست. وقت دیگه یک قلمچی دیگه سال گذشته دیگه جو وارد کردیم و همون امسال قلمچه تیار میکنیم. شد. همدوران عزیز من این انگور رو از ما میچشیم. خدا خواهد با شما میگویم چی مزه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. باید برای تکرار کنم که بعضی آدم گوششون غضبین است. بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین انگور. مایداش با بدونه. مایداش با بدونه است. من میگم مایدا با بدونه کشمش است. همچنین انگور مثل من طایفی اگر همین اگر هم بدونه. همه بدونه. همدوران عزیز با اکای عبدالله مراجعت کنید. از انگوری پریابراژنی اگر خریداری کردن شوید مرحمت من رقم تلفنشون رو در بالای اعلان میمونم. اکای عبدالله با شما یک جهان تشکر.